رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. یک چند دقیقه مختصر درباره 10 ذوالحجه یعنی 10 روز اولی ماه ذوالحجه صحبت میکنیم و مفسرین در تحت این آیه مبارکه قرآنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر و لیال عشر، مفسرین می فرمایند که خداوند جل شأنه در همین آیه مبارکه بر همین 10 روز اولی ذوالحجه قسم خورد. 10 روز اولی ذوالحجه یعنی 10 روز پیش از عید قربان است. این بهترین روزها نزد خداوند جل شأنه است. البته که ماه شریف رمضان شبهاش بهترین شبها نزد خداوند است، اما از نگاه روزها بهترین روزها نزد الله جل شأنه همین 10 شب ماه ذوالحجه است که امروز سه شنبه 15 سپتامبر اولین روز ذوالحجه است که روز دهمش عید است. 24 عید است، 24 سپتامبر روز دهمش عید است. از همین روز عبارت شده بهترین روزها و بهترین اعمال در همین روز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشر. پیامبر می فرماید که یگان روز در پیش خدا محبوب تر نیست از همین 10 روز. در پیش خدا یگان روز محبوب تر نیست که در همین روزها عمل صالح انجام بیابد. محبوب ترین اعمال و محبوب ترین روزها نزد الله جل شأنه است. به همین خاطر وصیت من برای شما برادران اسلامی و خواهران گرامی قدر و مادران و پدران عزیز گرامی قدر این است که در همین 10 روز ذوالحجه تا روز عید اعمال نیک کنید. از ذکر خداوند، از قرآن خوانی، از استغفار، از صدقات، هر عمل صالحی که هست انجام بدید تا که خودتان به الله جل شأنه قریب کنید. قالوا یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله. گفتند که ای پیامبر گرامی حتی انسان مجاهد اگر در همین جهاد کنه در راه خداوند، عملی همو و جهاد او از این عملهای 10 ذوالحجه بالا نیست؟ پیش تو محبوب نیست؟ پرسیدن از رسول خدا که پیش الله محبوب نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ حتی اگر مجاهد جهادم کنه برابر نمیشوه عملش از او کسی که همه 10 ذوالحجه را عبادت میکنه و به ذکر خدا و به صدقات و به قرآن خواندن و به استغفار و به صلات نفل و به روزه میگذرانش. مگر انسانی که مگر مجاهدی که به جانش و مالش در راه خدا جهاد ببراید و نگرده همون خیل در راه خدا به شهادت برسه، عملی همون برابر همین عملی انسانی که در 10 ذوالحجه میکنه برابر میشه. و اگر نگر مجاهد جهاد هم کنه اگر نگرده برابر نمیشه. و چند مسائل مهمی را که میخواهم برایتان برسانم. یکمش قربانی کردن. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که بهترین روز برای مؤمن و محبوب ترین روز برای مؤمن همون روزی است که خون قربانی ریزونده شود. میگه اصحاب پیامبر پرسیدن که ای رسول خدا برای ما چی ثواب است؟ گفت به هر یک قطره خونش، به هر یک پشمی که در تنه گوسفند است خداوند برای شما یک حسنه میتیه. یک مسئله دیگر بسیار مردم ایرا فراموش کردگی هستن انجامش میکنن، همین است که ناخوناشو میگیرن یا اینکه از موی سرش یا از موی بدنشو میگیرن. انسانی که قربانی میکنه باید از همین روز 1 ذوالحجه تا قربانی کردنش از موی تنش نگیره، ناخوناش نگیره. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. برادر عزیز گرامی قدر، قربانی تو میکنی که مال ترا و گوشت ترا یک کم بغل میخره، یقین بدان که همه گوسفند تو با شاخاش و با پشماش و با سخوناش نزد الله جل شأنه میگه الله به خاطر تو مر همه انسان قربانی کرد. و ان شاء الله که برادران عزیز گرامی قدر شما عمل کنه بر همین گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم و همین 10 ذوالحجه که از همین روز عبارت شروع میشه تا روز عید قربان 10 روز است.
از صدقات و از نماز و از روزه و از استغفار و از ذکر الله زیاد بکنه، انشاءالله که سبب مغفرت شما میشه و سبب محبوبیت تو نزد آفریدگارتون میشه و خداوند جل شأنه همه ما و شما را توفیق بده که این 10 ذوالحجه را به طاعت خدای پاک و به ذکر خدای پاک انجامش بدیم، نه به معصیتش. آمین یا رب العالمین.